زحل سیاره رنگارنگ با بیشترین تعداد قمر در منظومه شمسیه. زحل در طول تاریخ نامهای دیگه‌ای هم داشته. کیوان، این نام پارسی قدیمی زحله. ساتورن، این نام رومی زحله که از خدای کشاورزی رومی گرفته شده. کرونوس، این نام یونانی زحله که از خدای یونانی گرفته شده. در برخی از فرهنگ‌ها به زحل نحس اکبر هم گفته می‌شده. زحل مثل سایر سیارات منظومه شمسی حدود 4.6 میلیارد سال پیش از یک سحابی خورشیدی تشکیل شد. منظومه شمسی ما در ابتدا ابری از گاز و غبار به نام سحابی خورشیدی بود. جاذبه باعث شد مواد شروع به چرخش کنند و در مرکز این چرخش خورشید به وجود اومد. مواد باقی مونده از تشکیل خورشید به یکدیگر پیوستند و ذرات کوچکتر با نیروی جاذبه به ذرات بزرگتر تبدیل شدند و در نهایت سیاراتی مثل زحل شکل گرفتند. زحل بعد از سیاره مشتری دومین سیاره بزرگ منظومه شمسیه. جرم زحل 5.6 ضرب در 10 به توان 26 کیلوگرمه و جرمی حدود 95 برابر جرم زمین داره. حجم 8.27 ضرب در 10 به توان 14 کیلومتر مکعب. جاذبه سطحی 10.44 متر بر مجذور ثانیه، تقریبا نزدیک به جاذبه زمین. مساحت سطح 42.7 میلیارد کیلومتر مربع. محیط استوایی 365882 کیلومتر. قطر 120536 کیلومتر. شعاع 58232 کیلومتر. چگالی میانگین زحل حدود 68 گرم بر سانتی متر مکعبه. این یعنی اینکه چگالی زحل کمتر از چگالی آبه. چگالی آب 1 گرم بر سانتی متر مکعبه. فرض کنید که اگر زحل رو در یک اقیانوس بزرگ قرار بدیم، روی آب شناور میمونه. علت اونم اینه که چگالیش پایینه و ترکیبش عمدتاً گازیه که از هلیوم و هیدروژن تشکیل شده. ترکیبات اصلی زحل شامل هیدروژن که حدود 75% از جرم سیاره رو تشکیل میده و هلیوم که حدود 25% از جرم زحل رو تشکیل میده. ترکیبات فرعی هم شامل مقادیر کمی از مواد دیگه مثل متان، آمونیاک و آب در جو زحل وجود دارن. تصور می شود که زحل دارای یک هسته سنگی و فلزی باشه. زحل معمولاً به عنوان یک سیاره زیبا به خاطر وجود حلقه‌ها شناخته میشه. حلقه‌های زحل از میلیاردها تکه یخ، سنگ و غبار تشکیل شده. اندازه این تکه‌ها از ذرات ریز غبار تا قطعات بزرگ متغیره. زحل دارای تعداد زیادی قمری که از یخ و سنگ تشکیل شده. بزرگترین قمر زحل قمر تایتانه که دارای جوی غنی از نیتروژنه. بر اساس آخرین آمار، زحل دارای 146 قمر تایید شده است. اما در تحقیقات جدید 2025 دانشمندان این نظر رو دارن که قمرهای زحل بیشتر از 200 است. از معروفترین قمرهای زحل به غیر از تایتان میتونم به قمر انسلادوس اشاره کنم که دارای فواره‌های یخی و اقیانوس‌های زیرسطحی مایع. قمر رئا دارای سطحی پوشیده از یخ و دهانه‌های برخوردی شهاب سنگیه. قمر دیونه دارای سطحی یخی با شکاف‌ها و دره‌های متعدده. قمر یاپتوس دارای 2 نیمکره با رنگ‌های بسیار متفاوته. قمر میماس دارای دهانه‌های برخوردی بسیار بزرگ به نام هرشله که تقریباً 1/3 قطر قمر رو تشکیل میدن. قمرهای زحل از نظر اندازه، ترکیب و ویژگی‌های سطحی بسیار متنوع هستند. بسیاری از اونها از یخ و سنگ تشکیل شدن. برخی از اونها دارای جو یا اقیانوس‌های زیرسطحی هستند. چند تا مطلب دیگه هست که باید در مورد حلقه‌های زحل بهتون بگم. حلقه‌های زحل به طور کلی به 7 حلقه اصلی تقسیم شدن که با حروف الفبای انگلیسی نامگذاری شدن. هر حلقه از هزاران حلقه کوچکتر و شکاف تشکیل شدن. یکی از معروفترین شکاف‌های بین حلقه‌های زحل شکاف کاسینیه. حلقه‌های زحل به دلیل وجود یخ رنگ روشن و درخشانی دارند. منشأ حلقه‌های زحل هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما نظریه‌های مختلفی در این زمینه وجود داره. یکی از این نظریه‌ها اینه که حلقه‌ها از بقایای یک قمر یا قمرهایی که به زحل نزدیک شدن و توسط نیروی گرانشی اون متلاشی شدن تشکیل شدن. نظریه دیگه اینه که حلقه‌ها از بقایای سحابی اولیه که زحل از اون تشکیل شده باقی موندن. تحقیقات جدید نشون میده که حلقه‌های زحل نسبتاً جوان هستن و ممکنه حدود 100 میلیون سال پیش تشکیل شده باشن. همونطور که قبلا اشاره کردم، سیاره زحل بعد از سیاره مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسیه. اگر بخوایم اندازه زحل رو با خورشید و زمین مقایسه کنیم، باید در نظر بگیریم که خورشید یک ستاره است و قطرش تقریباً 1.4 میلیون کیلومتره.
که حدود 109 برابر قطر زمینه. حجم خورشید به قدری بزرگه که میتونه حدود 1.3 میلیون زمین رو در خودش جا بده. قطر زحل تقریبا 116460 کیلومتره که حدوداً 9.5 برابر قطر زمینه و قطر زمین فقط 12742 کیلومتره. میانگین فاصله زحل از خورشید حدود 1.43 میلیارد کیلومتر یا 9.5 واحد نجومیه. واحد نجومی یا AU واحدی از طوله که تقریباً برابر با میانگین فاصله زمین از خورشید، یعنی حدود 150 میلیون کیلومتر. فاصله زحل از زمین متغیره، اما به طور متوسط نزدیکترین فاصله از زمین حدود 1.2 میلیارد کیلومتر. به دلیل تغییر موقعیت زمین و زحل در مدارهاشون دورترین فاصله میتونه خیلی بیشتر از اینا هم باشه. مشتری نزدیکترین همسایه سیاره‌ای به زحله. فاصله بین زحل و مشتری مثل فاصله بین هر دو سیاره‌ای ثابت نیست و به طور مداوم در حال تغییره، چون که هر دو سیاره در مدارهای بیضوی خود به دور خورشید میچرخند. میانگین فاصله بین زحل و مشتری حدود 730 میلیون کیلومتره و در نزدیکترین فاصله بین زحل و مشتری در حدود 650 میلیون کیلومتر. دورترین فاصله بین زحل و مشتری حدود 800 میلیون کیلومتر. مشتری و زحل دو سیاره غول گازی هستند و هر دو دارای سیستم‌های حلقه‌ای و قمرهای خیلی زیادی هستند که از این نظر خیلی به هم شباهت دارند. سازمان فضایی ناسا برنامه‌ای برای ارسال پهپاد به سطح تایتان در سال 2026 رو داره که در سال 2034 به زحل میرسه. این کاوشگر به شکل پهپادیه و به بررسی صدها موقعیت در تایتان خواهد پرداخت. اگرچه احتمال وجود حیات در خود زحل بسیار پایینه، اما قمرهای اون به ویژه تایتان و انسلادوس مکانهای جذابی برای جستجوی حیات فرازمینی هستند. تحقیقات و بررسی‌های جدید در دست اقدامه که به یافتن پاسخ به این سوالات کمک میکنه. زحل از دوران باستان برای انسان‌ها شناخته شده بود و در بسیاری از فرهنگ‌ها به عنوان یک ایزد یا نماد مورد پرستش قرار می‌گرفت. در روم باستان زحل با خدای کشاورزی ساتورن مرتبط بود. در نجوم باستانی ایران زحل با نام کیوان شناخته می‌شد. با اختراع تلسکوپ دانشمندان توانستند زحل را با جزئیات بیشتری مشاهده کنند. گالیلئو گالیله یکی از نخستین کسانی بود که حلقه‌های زحل را رصد کرد، اما به دلیل محدودیت‌های تلسکوپ خود نتوانست ماهیت واقعی آنها را تشخیص بده. کریستیان هایگنس دانشمند هلندی در سال 1655 میلادی ماهیت واقعی حلقه‌های زحل را کشف کرد. در قرن 20 و 21 با پیشرفت فناوری فضایی کاوشگرهای متعددی به سوی زحل ارسال شدند. مأموریت‌های وویجر، کاسینی با هویگنس اطلاعات ارزشمندی در مورد زحل و قمرهاش به دست آوردند. این مأموریت‌ها تصاویر خیره کننده‌ای از زحل و حلقه‌هاش ارسال کردند و اسرار بسیاری از این سیاره را آشکار کردند. تحقیقات جدید برای زحل و قمرهاش به ویژه تایتان و انسلادوس بر امکان وجود حیات در این اجرام آسمانی متمرکز شدند. دانشمندان در تلاشند تا با بررسی ترکیبات شیمیایی و شرایط محیطی این قمرها به پاسخ این سوال مهم دست پیدا کنند که آیا میتوان در این قمرها زندگی کرد یا خیر و آیا در این قمرها حیاتی وجود دارد یا خیر. در برخی از فرهنگ‌ها زحل با زمان پیری و سرنوشت مرتبطه. به باور رومیان باستان زحل یا همون ساتورن خدای کشاورزی روم بود و ژوپیتر یا همون سیاره مشتری فرزند ساتورن محسوب میشد. سرنوشت نهایی زحل کاملا به خورشید بستگی داره. حدود 5 میلیارد سال دیگه خورشید به پایان عمر خود نزدیک میشه. هسته خورشید هلیوم رو به کربن تبدیل میکنه و لایه‌های بیرونی اون منبسط میشه و خورشید به یک غول سرخ تبدیل میشه. در این مرحله خورشید به قدری بزرگ میشه که احتمالاً عطارد، زهره و شاید حتی زمین رو نیز ببلعه. پس از این مرحله خورشید لایه‌های بیرونی خود رو به فضا پرتاب میکنه و به یک کوتوله سفید تبدیل میشه. با تبدیل شدن خورشید به یک غول سرخ، زحل تحت تاثیر قرار میگیره و احتمالاً جو زحل به دلیل گرمای شدید خورشید تبخیر میشه. با این حال به دلیل فاصله خیلی زیاد زحل از خورشید، احتمال بلعیده شدن اون توسط خورشید خیلی کمه. پس از تبدیل شدن خورشید به کوتوله سفید، زحل به چرخش خود در مداری دورتر از خورشید ادامه میده. در نهایت منظومه شمسی به مجموعی از اجرام سرد و تاریک تبدیل میشه. با تشکر از شما که تا اینجا همراه من بودین. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی بدرود.